موهات رنگ اناره. داشتم میگفتم. میفرمایید. میگفتم چیه؟ شما باید بفرمایید منم گوش کنم. بله میفرماییدم. آقا اسباب کشی خیلی سخته. واقعا خیلی. اسم اسباب کشی که میاد 4 ستون بدن آدم اینجوری گری میلرزه. برای اینکه غلطه. میدونی چی غلطه؟ چیه؟ اسباب کشیاتون غلطه. تو اسباب کشی باید همه چی رو فروخت. بعد دوباره همه چی رو از نو خرید. من همه چی برای فروش دارم و منقل، یخچال، کیسه هموم، منقل کباب، آنتن، سطل آشغال. هم سطل آشغال خالی دارم هم سطل آشغال پر. سطل آشغال پر؟ آره دیگه. از چی پره؟ از چی پره؟ میخوای سطل آشغال از چی پر باشه؟ پر آشغالی دیگه. چه مردمونی پیدا میشن. سطل آشغال پر از آشغال. سطل آشغال خالی نکرده به شما فروختن؟ من خودم دوباره پر کردم. آشغال ریختم توش تا اینکه خوب پر شه. تو اینکه برابر من نگاه میکنی؟ تعجب داره دیگه. تو یعنی خودت آشغال پر کردی؟ من که آشغال پر نمیکنم. من خودم آشغالا رو جمع میکنم بعد میدم بچه‌ها پر میکنم. آشغال چش در بیارم دارم برای فروش. خرید میکنی؟ آشغال باکاراس دارم. آشغال همسایه فراری بده و کلی انواع آشغال دیگه هم دارم. بیارم برات. آشغال چش در بیار؟ یعنی سیخ و اینجور چیزا دیگه ها؟ سیخ؟ نه بابا. چشه بابا؟ تو یه چیزی خوردی؟ زعفرون خوردی؟ زعفرون خوردم؟ این چه حرفی شما میزنی؟ آشغال چش در بیار یعنی آشغال گوشت گوسفندی، استخوان قلم، تیغ ماهی یا حتی جعبه غذای رستوران خیلی معروف. از این جور آشغالا. بعدش میرسیم با آشغال با کلاس که اونم یعنی کارتون و جعبه خالی تلویزیون و کامپیوتر و سایت بای سایت و اینجور چیزا که خودم شبا تو آشغالا میگردم دنبالش. اما اونم نیست که نیست. یعنی تو الان یه آشغال جمع کنی؟ آره دیگه. آشغال جمع کن نیستم ولی میرم آشغالا رو جمع میکنم. من مشتری جونم بخواد از زیر سنگم شده پیدا میکنم برای فروش. اما گاهی هم به گنج میرسم ها. پول؟ طلا همونه خودشی. شما میدونیستی که با آشغال میگن طلای کثیف؟ نه نمیدونستم. از این باید بدون. کلا با آشغال میگن طلای کثیف. این تازه عروس خلا هستن ها. کارتون آشغال جزیه‌شون رو میذارن دم در. اون وقت انگار عروسی خود منه. نمیدونی چقدر خوشحال میشم. انگار یه بوتی پیدا کرده باشم که تهش هنوز یه مقدار نوشابه مونده باشه. وای خدای من خیلی خوشم میاد. برو عده خودت در بیا. این چی کاری با من میکنی؟ آخه این چه حرفیه تو داری میزنی؟ جلال خالق. ببینم اون وقت حکایت آشغال بی کلاس چیه؟ امان از این آشغالای بی کلاس. اونو باید بپیچونی لای کیسه سیاه. بعد هم نصف شب یواشکی بندازی توی جایی که هیچکی نتونه پیداش کنه. توی این سطلای بزرگ شهرداری. مبادا کسی ببینه ها ماسک بذاری رو دماغت بهتر هم هست. حالا مگه چی هست؟ مربوط به خلافجاته؟ خلاف؟ نه داداش خلاف چیه؟ اون برای خودش مبحث بزرگیه. مثلا یکیش آشغال سبزی زیاده. اگه آدم بوسه اینقدر سبزی بخوره یا مخلوط پوست سیب زمینی و پیاز و پوست تخم مرغ. این یکی چرا؟ این یکی یعنی اینکه اشکنه. اشکنه که خیلی هم خوبه. من اتفاقا عاشق اشکنه‌ام. هر روزم 3 بعد اشکنه میخورم. همینی دیگه. کلاس نداری دیگه. بی کلاس. کجا پیاده میشی؟ عصبانی شدی؟ بله. من کوچه مروارید میخوام پیاده شم. من هر موقع رسیدیم اونجا نگاه دار. من 700 چوق. بعد از این همه مشاوره آشغالی که من با شما دادم 500 بهت بدم. 500؟ گفتم 700. کرایتو میدی یا همینجور فکتو بیارم پایین؟ دست در نکنه. اگه خوب فکر میاری پایین مشتری زیاد دارم و همکاری میکنی؟ راست میگی؟ اینا دیگه کیان؟ پول میدن فکتشون بیان پایین؟ برای کی؟ برای کلانتری، برای تولید دردسر، برای دیه. من دیگه نمیتونم با تو صحبتی بکنم. این بیسیم کو بیسیم مرکز یتقان. مرکز یتقان. مرکز به گوشه. مرکز. من اگه بزنم فک یک عدد مسافر رو بیارم پایین تاکسی منو چقدر میخوابونی؟ یاد آقا تا آخر عمرت. نمیارزه داداش. وگرنه من خودم مشتریت میشدم.
با من همکاری میکنی؟ ببین شده این تاکسی رو بخوابونم میارزه. نمیارزه. میارزه. من به تو میگم نمیارزه، به من اعتماد کن. من به تو میگم میارزه، اعتماد کن به من.